خیلی بودن در تیک تاک چون من یاد میگیرم و من خیلی هیت داده بودن یا میگفتن از گیر الک و ای چیزا ای گفا و من میگم الگی خو بله تلقی خو میلم از رگیر اله نمنو. بسیار عالی. من از غزنی هستم، از جاغوری. بسیار عالی. شما؟ از قندهار. از قندهار هستید؟ بله. شما معرفی کردین فکر کنم نه؟ با اجازه. خب شما میتونید هزارگی کم ذره گپ بزنید یا هنوز زیاد نگرفتید؟ کم ذره یاد گرفتم. علیکو جور بخیر. دوربین سعید علیکو جور بخیر جامان شما جوره. یاد من کم ذره یاد گرفتم ولی خب چی میگن بعضی سم سعی نیه هنوز ولی هنوز کوشش خود میکنم که بیشتر یاد بگیرم بعد دیگه همین دیگه. یک جمله به هزارگی به لالای من بگو. بلای بور توشونو. خودت چه؟ خودت لهجه قندهاری یک ذره یاد گرفتی یا نه؟ فقط یک کلمه بلدیم. چی کلمه‌ای بلدی؟ چی بود سبش که من فکر کنم یو آدیمه آره؟ یو آدیجان واقعا میقصد بلدیم دیگه. چی مالو؟ این مثلا بعضی وقتا که مثلا یک چیز عجیبی چیز باشه میگه یو عادی جان ای چی گفت اینجا شده همچه چیزایی دیگه. خب شما چه رقم آشنا شد با هم دیگه؟ برای شما مشکل نبود که لالای ما نظر است یا همچنان برای خودت یا نه اصلا ما همچین چیزی رو مد نظر نگرفتیم بهش نه؟ از نظر ما از نظر خانواده خدا رو شکر هیچ مسئله نبود که ما تاجیک هزاره اینا خدا شکر بین خانواده ما از این رسمانیه.